یکی در اینجا دهه ظلم آباد. همین دهه نامش خطی نیست. ظلم آباد نمیکنه. ظلم است. نام دهه را از نام دیده برایتان. رئیس ولایت، رئیس شهر نایه، کارمندان با این مسئله دقت جدی. زبان مادری ما را فراموش کرده ما در کار نیست. پیش از همه بگیم ما زبان مادری را به درجه اعلا دانیم. رعایت کنید تا نامهای زیبا بگذارید. با همان محل بینابت گیرید. پیدایش تاریخش نامهای بینید زیبای تاجیکی گذارید. با اطمینان کامل ابراز می‌دارم که هر کسی در بنیاد مکتب سهم می‌گذارد، مؤسسه تندرستی می‌سازد، قطعه راهی را تعمیر می‌کند یا به دهه آب می‌برارد، اقدام خیر و ثوابی او در خاطر مردم ابدی باقی می‌ماند. من امروز در وقت دیدن کردن از صنفخانه‌ها به خود صاحبکار همین فکر و اندیشه را بیان کردم. 100 سالها می‌گذرند. من همین درگاه معرفت در همین جا هزارها هزار نورسان فرزندان ما شما نبیره و ابیرگان ما شما دانش می‌آموزند، علم می‌آموزند، تربیت می‌گیرند، ادب می‌آموزند، از همینجا برای زندگی مستقلانه می‌روند. همین 100 سالها با پدر و مادر، با اورای پدر و مادر و اون شخصیتی که این مؤسسه ساخته است دعای نیک میکنند. چقدر کار ثواب و خیر است. ابدا میماند. دیگر همه چی میگذارد. یک جان تشکر لازم از تمام مبلغ‌های درآمدی خود 20 میلیون سامانی خراجات کرده. چون این مؤسسه‌های هم کودکستان هم مکتب حاضر زمان بسیار با صفتی بلند، با صنعت معماری بلند مهیا کرده است. با تمام تجهیزات لوازمات از این من آموزگاران میدانید خوبتر میگذرد. من گفتم بار دیگر میگویم که عصرهای عصر میگذرد، با اولاد و اجداد همه گذشته است. دائما دعای نیک میکنند مردم. یک جا تشکر برادر. من این است کاری سازندگی و بنیادکاری. من این است ننگ و ناموسی وطنداری، حسی ملی و حسی وطن دوستی و وطن پرستی فرزندان فرزانه ملت تاجیک. خصوصا در شرایط کنونی ما باید در رشد مؤسسه‌های تعلیمی و بلندبرداشتن نقش آنها اعتباری دائمی دهیم، زیرا محض به شرافت فعالیت ثمره‌بخش آنها نسل نورس برای راست هدایت می‌گردد. با آموزش دانش و ادب، کسب و هنر و خویشتن شناسی و افتخار وطنداری عزم و تلاش می‌ورزد. گذشته از این محض مکتب است که زمینه با کمال رسانیدن شخصیت‌های دانشمند و نامدار، فرزندان فرزانه و کادرهای بلند احساس و صاحب تجربه را برای امروز و فردای کشورمان می‌گذارد. با همین مقصد ما همیشه سعی و کوشش می‌کنیم که با استفاده از همه امکانیت‌ها مکتب‌های زمانوی بنیاد سازیم و در مؤسسه‌های تعلیمی تمام شرایط مساعد را فراهم آورده برای فرزندانمان جهت آموزش دانش شرایط هرچی بهتر مهیا نماییم. مثلا در زمان صاحب استقلالی در ناحیه یاوان 28 مکتب نو و بناهای علاوگی برای 6250 جای نشست ساخته به استفاده داده شدند و همه آنها با تجهیزات و تکنولوژی‌های معاصر تعلیم و تمام شرایط ضروری تعلیم و ورزش تامین می‌باشد. امروز غیر از مکتبی که ما افتتاح کردیم در دهه وحدت شهرک حیات نو مؤسسه نوی تأسیسات میانه عمومی رقم 66 برای 300 جای نشست به استفاده داده میشد. علاوه بر این تا جشن 25 سالگی استقلالیت
در دهه زرکمر دهات دهنه مؤسسه تأسیسات عمومی رقم 13 برای 300 جای نشست که ساختمان آن در عرفه انجامیابی قرار دارد با فعالیت آغاز می‌کند. همزمان با این در دهه ظلم‌آباد دهات به نام حسن حسین ساختمان مؤسسه تأسیسات میانه عمومی رقم 57 عبارت از 16 صیفخانه برای 380 جای نشست با مبلغ بیش از 15 میلیون سامانی ادامه داشته تا سال 2017 به استفاده سپاریده می شود. در همینجا بعضا درباره گذاشتن نام‌ها یک کم ترک اشاره میکنم. من در بالاتر در دهه زرکمر نامبر کردم، دهه وحدت شرف حیاتی نام. اکنون استادان و آموزگاران و عموما اهل معارف وظیفه دارند که تمامی دانش و تجربه خود را به خاطر بلندبرداشتن سطح و صفت تعلیم، وسعت جهانبینی، دانش و معرفت و آداب و اخلاق نسل نورس سفربر نمایند. با مقصد توسعه بخشیدن تفکر تکنیکی خوانندگان و با فعالتر گردانیدن آنها مسئولان ساحه معارف را ضرورت است که برنامه‌های نوی تعلیمی را تهیه نمایند، دستورهای متدی علاوگی نشر سازند، شکل و اصولهای نو و پیشرفته تعلیم را وسیله استفاده کرده به شاگردان خود اساسهای بهره برداری از تکنولوژی معاصر اطلاعاتی را آموزند. در نوبت خود شاگردان نیز وظیفه دارند که از شرایط امکانیت‌های برای آنها فراهم آورده دولت و حکومت مملکت ثمرناک استفاده کرده هر یک ساعت تعلیمی و هر یک مشغولیت صنفی را برای بلند برداشتن سویه دانش خود صرف کنند. در المپیادهای فنی و مسابقه‌های ورزشی فعالانه اشتراک نمایند و کسب هنرهای زمانوی را آموزند. من کسب هنر میگویم دانش علم آموزش. من همین قریب که اگر از جای من گشته نگاه کنید جای شما میتابد کارخانه که در ظرف یک سال مرا بنیاد شد در همین جماعت در حدود بنا شهر که یاوان کارخانه سیمه براری 800 تا جای کاری در اینجا. لیکن کارخانه صنعتی در کی در کار متخصص با بیل کلام نمیشود. متخصصی که با تکنیک اطلاعاتی با کامپیوتر کار کرده تواند انجینیر باشد، دانشمند باشد، هم معاش هم جای کار در وی سرسام سرگردان نمیشود، هم زندگی با برکت عمری با برکت بیاد. من برای چی تاکید میکنم؟ مخصوصا برای شما، برای شهروندان ناحیه یاوان، ما در ظرف 4-5 سال اخیر ناحیه یاوان را با یکی از ناحیه‌های بزرگترین صنعتی مملکت تبدیل می‌دیم. خودی همین سال زیاد از 5 کارخانه صنعتی بزرگ در ناحیه یاوان به استفاده داده می‌شود. 5 کارخانه. برای کی در کار؟ 3000 زیاد متخصص در کار. 3000. متخصص از کجا تیار می‌کنیم؟ انا از زمین آستانه کاخ معرفت. یک عامل دیگر سوادناکی فرزندان در برابر اعلی دانستن زبان دولتی آموختن زبان‌های خارجی بخصوص زبان‌های انگلیسی و روسی می‌باشد. با مقصد تقویت تعلیم زبان‌های روسی و انگلیسی در مکتب‌های تأسیسات میانه عمومی همه سندهای ضروری قبول شدند. بار دیگر یادآور می‌شوم که دانستن زبان‌های خارجی با تشکل و توسعه مفکوره و جهانبینی نورسان و جوانان مساعدت می‌کند و برای از خودکنی تکنیک و تکنولوژی نوترین از جمله تکنولوژی‌های اطلاعاتی راهی وسیع می‌شود. حکومت مملکت پیشروی و رشد ساحه معارف را قبل از زمان با روند بلند برداشتن سطح و صفت دانش خوانندگان، تامین مؤسسه‌های تعلیمی با مواد و اشیاء خوانش، واسطه‌های تکنیکی، تکنولوژی حاضر زمان، بنیاد و تعمیر و از نوسازی مکتب‌ها می‌بیند.
و برای حل مسائل ذکر گردیده تمام چاره‌های ضروری را می‌اندیشیم. حاضرین گرامی، سال سوم است که ختم کنندگان مکتب‌های کشور برای داخل شدن به مؤسسه‌های تحصیلات عالی مملکت و مکاتب عالی کشورهای خارجی توسط مرکز ملی تستی امتحان می‌گذارند. تجربه 2 سال گذشته آشکار ساخت که سطح و صفت تعلیم در کشور هنوز هم بهبودی جدی می‌خواهد و مسئولان ساحه معارف، رهبران مقامات اجرایی محلی، حاکمیت دولتی، پدر و مادران و دیگر ساختار و مقامات را ضرور است که به صفت تعلیم دقت مخصوص دهند و نظارت را در همه مؤسسه‌های تعلیمی پرزور نمایند. حالا پدر و مادران و ده‌ها هزار نفر ختم کنندگان ما باور حاصل کردند که مرکز ملی تستی سطح واقعی دانش هر یک داوطلب را درست معین می‌کند و در کشور برای رقابت سالم شرایط فراهم می‌آورد. سال گذشته همگی 73,000 نفر ختم کنندگان در نقطه‌های مرکز ملی تستی با قید گرفته شده بودند. طبق معلومات امسال تا همین روز بیش از 80,000 نفر داوطلبان با قید گرفته شدند. من باوری کامل دارم که تا 86,000 امسال با قید گرفته میشوند. این خوب است. برای چی همین را تاکید کرده ایستادم؟ سال گذشته ما 4,600 نفر با دانشکده‌های عالی کشورهای خارجی از جانب دولت ما دانشجویان فرستادیم. 4,600 از آنه که در داخل کشور قریب 180,000 تعلیم می‌گیرند. قریب 30,000 بالای این ما در خارج کشور در دانشکده‌های از همه مترقی جهان ما دانشجو روان کرده ایستادیم. همان کسب و هنر اختصاصایی که ما در داخل کشور بعضی ماده تکنیکی نداریم. برای چی در کار؟ برای سواد در کار. در وقتی در مرکز تستی از امتحان گذشتن نشان میدهند که چگونه بچه‌ها سوادی دارند از کدام شهر نواحی. بنابراین پدر و مادران باید به تعلیم و تربیت فرزندان خود از خردسالی آنها مشغول شوند. با مسئله تعلیم و تربیت فرزندان جدی مناسبت کنند. به خاطر باسواد و صاحب معرفت شدن آنها هیچ چیز را دریغ ندارند و همیشه در خاطر داشته باشند که سرمایه گذاری برای رشد فرزندان در عین زمان سرمایه گذاری با آینده آباد و آسوده خود فرزندان و والدین پیشرفت جامعه و آبادی دولت میباشد. چنانکه در پیام این ساله پرزیدنت با مجلس عالی تاکید گردید، در سیاست دولت و حکومت مملکت ساحه معارف منبع نیست همچون ساحه مهمترین و عامل اساسی تامین امنیت ملی باقی میماند. بنابراین مبلغ زاری برای رشد ساحه سال از سال افزایش داده میشود. برای مثال از سال 2011 تا سال 2015 مبلغ زاری مؤسسه‌های تحصیلات عمومی ناحیه یاون 3 برابر زیاد گردیده. سال 2016 برای ساحه معارف ناحیه بیش از 50 میلیون سومانی پیش بینی شده. همه این غمخواری و دستگیری ها هر یک رهبر و کارمند ساحه معارف، استادان و آموزگاران، اینچنین پدر و مادران را وادار می‌سازد که به تعلیم و تربیت نسل نورس دقت اولی درجه داده دائم در اندیشه گذاشتن زمینه با اعتماد برای آینده نیکی نسل آینده ساز مملکت باشد. همچنین آموزگاران و رهبران مؤسسه‌های تعلیمی ناحیه را ضرور است که فعالیت خود را در سمت تطبیق قانون جمهوری تاجیکستان درباره مسئولیت پدر و مادر در تعلیم و تربیت فرزند باز هم بهتر برآمده رابطه را با عائله تقویت باشد. عملی شدن قانون مذکور امکان فراهم می‌آورد که سطح کارهای تربیوی باز هم بهتر گردیده. نورسان و جوانان هرچی بیشتر با آموزش علم و دانش و طرز حیات سالم فرا گرفته شود. میخواهم به همه پدر و مادران مراجعت کرده خاطر نشان سازم که در شرایط پیشرفت با سرعت علم و تکنولوژی معاصر
ما باید تمام امکانیت ها را برای تعلیم و تربیت فرزندان و فراهم آوردن شرایط مساعد جهتی رشد همه‌جانبه آنها سفربر سازیم. آنها را برای راست هدایت کنیم و به حیات مستقلانه آماده نماییم.